از نیمی نفس آهی خراب است دل ما، از نیمی نفس آهی خراب است دل ما. ما تا بی تبو شعله‌ای رخسار نداره، از یک نیگهی گرم کباب است دل ما، از یک نیگهی گرم کباب است دل ما. تا از نظری مرحمتی یار فتاده، تا از نظری مرحمتی یار فتاده، چون شیشه خالی زی شراب است دل ما، چون شیشه خالی زی شراب است دل ما. آسوده از طوفان و کنارم در این بحر، مانندی صدف در تهی آب است دل ما. ره دور و رفیقان همه رفتن به منزل، فریاد که شد روز و به خواب است دل ما. قصاب صدف سوز که در پرده غفلت، قصاب صدف سوز که در پرده غفلت، عمریست که در زیر نقاب است دل ما، عمریست که در زیر نقاب است دل ما، عمریست که در زیر نقاب است دل ما. واقعا هم همان آهنگ بر شنونده یک حلاوت خاصه هدیه میکند، برایش آرامش میبخشد که خود اجرا کننده با اجرای همین سرود یک حلاوت و یک فراغت خاصه احساس میکند و همین سرود رو در نظر داریم. یعنی این اجرا همین گونه بود، از صمیم قلب هنرمندان و مهمانان برنامه‌مون برامون اجرا کردن. و سلام عزیزان، برنامه خاطره ها است. ما این شام قرار است که اطراف سرودهای کلاسیکی گفته باشیم و این شام در برنامه‌مون حضور دارند هنرمندان از انسمبل تعلیمی شش مقام نزد دانشکده دولتی صنعت و فرهنگ تاجیکستان به نام استاد میرزا ترسونزاده و همصحبت ما هستند اشورов سفرمурод. سلام، خوش آمدید. سخن قلفی دل هر نقطه‌دان است، ولی صنعت سخنرا جان جان است. عرض سلام و درود و سپاس حضور شما و حضور تماشابینان خیلی نقطه‌بین و نقطه‌سنج تلویزیون سفینه، خاصتا
برنامه فرهنگی فراغتی خاطره‌ها. سلامت باشید. در آغاز یک آهنگ بسیار هم آرام، یک آهنگ بسیار هم بلند مضمون پیشنهاد ما ساختید از استاد نیروی امینوف. بله. یکم در مورد همین آهنگ شروع کنیم. بگویید که مثلا این آهنگ رو کی‌ها اجرا کردن، چگونه است؟ غزل از قصاب است، آهنگ از استاد زنده‌یاد، استادی که در ساحه مقام سرایی به نهایت خدمت‌های بزرگ کردن، نیروی امینوف با اون کس تعلق دارد و این آهنگ رو زیادی از هنرمندانی که در رویه مقام سرود می‌سرایند از جمله برنا ایساقова، بوی محمد نیازوف و چند دیگر از هنرمندان اجرا کردند و این بود که ما با هیئت انسامبل خواستیم این شام این سرود رو برای شما پیشکش کردیم. کارکرد این آهنگ، پیشنهاد این آهنگ به شما از جانب کی بود؟ استادان شما در این جاده که مثلا 6 مقام سران بسیار هم کسبی در کشورمون امروز ها هستند. بله، راستی از آوان خوردی وقتی که شوق و رغبت نسبت این ساحه خیلی زیاد بود، استاد اولین من اساسا برادرم میباشند که اون کس نیز ختم کرده فاکولته صنعتی دانشکده دولتی خوجند به نام باباجان غفورов میباشند. هر گاهی که اون کس در خانه سرود زمزمه میکردن یا اگه اسباب موسیقی رو مینواختن، راستی شوق و رغبت من نسبت این ساحه دهچند زیاد میشد و بعدا باز من عضو دسته هوسکاران مکتب صنعتی نوحیه که عین حال با نام استاد حلیمیاروف میباشد، در آنجا تعلیم گرفتم از استادان خالمرزا میزرابوف، احسان سعیدوف و امروز از این منبری بلند به هر یکی آنها مینه‌داری صمیمی خویش رو بیان میکنم. اطراف همین سرود حرف بزنیم، اطراف کارکردش، اطراف اجرای شما قبل از این استودیو در کجا مثلا چگونه؟ این آهنگ خیلی به من پسند بود و وقتی که من در هیئت انسامبل از استاد زایشو حیدروف سبق میگرفتم، به نزد استاد اومدم و گفتم که این آهنگ به من خیلی پسند است و با استاد با هیئت انسامبل این آهنگ رو ما یعنی که تمرین کردیم و عین حال برای شما پیشنهاد کردیم. تشکر زیاد، اجرای واقعا خوب بود و حالا که فرصت داریم باز درخواست یک سرود دیگر از شما داریم و در روی خط از بوی محمد نیازوف استاد صنعتی تاجیک نیز یک سرود داریم. پیش از آنکه که این ترانه رو پیشنهاد کنیم میخواستم اطراف همین سرود چند اندیشه‌ام رو بیان کرده باشم. این ترانه به من بسیار عزیز است چون وقتی که این ترانه رو اجرا میکنم خاطره های کودکی مرا زنده میکند. پدر من اساسا دلباخته صنعتی استاد بوی محمد نیازوف بودند و چقدر که خودشون نقل میکردن در سالهای دانشجویی نیز رشته دوستی نیز با ایشون داشتند و هر گاهی که ما با برادرم در خانه سرود زمزمه میکردیم از ما خواهش میکردن که تنها و تنها آهنگ‌های استاد رو زمزمه کرده باشیم و این بود که من بعد از به دانشکده اومدن از استادان سبق گرفتم، نواختن اسباب موسیقی از جمله رباب رو آموختم و این روز خود رو خوشبخت‌ترین انسان احساس میکنم که من توانستم در لحظه‌های آخرین و حیات پدرم این آهنگ رو در نزد پدرم سراییده باشم و برای من بسیار عزیز است و امروز میخوام برای بینندگان پیشنهاد کرده باشم. واقعا هم این استادان صنعت تا با اون درجه کارهای خوب کردن، تا با اون درجه مکتب خوب داشتن که مثلا نه تنها پدر بزرگوار شما، خود شما و در کل مخلصان زیادی دارند اون نفران. بیشتر مخلصانشون مخلصان برنامه خاطره ها نیز هستند و میخوایم حالا همین نقطه رو به نظر گرفته ترانه رو پیشنهادتان سازیم. چشمی آبیان
دلی ما گر نمی آیی به چشمی ما بیا. از محیط اندیشه داری بر لبی دریا بیا. از محیط اندیشه داری بر لبی دریا بیا. خاک بر چشمم زند نظاره همچون دیربان. ای نسیمی پیرهن از دامنی صحرا بیا. ای نسیمی پیرهن از دامنی صحرا بیا. از تپیدن ریخ سری دنبال و پر مرا. از تپیدن ریخ سری دنبال و پر مرا. صیاد به پروا بیا. بر سری صیدی خودی صیاد به پروا بیا. را چون لاله از داغت چراغم کرده‌ام. در چمن بحری تماشا ای گلی رعنا بیا. روزگاری شد که چشمی سیدا موای توست. آفتابی در مقامی خود بیا تنها بیا. بر دلی ما گر نمی آیی به چشمی ما بیا. سلامت باشید. اینقدر این آهنگ‌ها خوبن، اینقدر این آهنگ‌ها شنوا هستند که باوری داریم به بیننده برنامه خاطره ها نیز پسند آمد و این شومی زیبا رو برایشان فراغت بخش ساختیم.
و در مورد استاد بای محمد نیازف اگر کمی بخوایم حرف بزنیم، استاد تمام عمر خود را در پی آموزش این ژانر موسیقی سپری ساختند، آموختند و به دیگران آموزاندند و در دانشکده دولتی صنعت نیز آموزگار بودند، فعالیت میکردند. از آهنگ‌های استاد که به شما همچون مخلص پسند است؟ غیر از این آهنگ باز دیگر آهنگ‌های استاد از جمله غریبی، بنده شوم، عاشقی دختری محپوره شدم و یک چند گفتم ملکی و یک چند دیگر آهنگ‌های استاد خیلی به ما پسند است. شما غیر این آهنگ یگان آهنگ دیگر از استاد اجرا داشتید؟ بله، در دوره خردی زیاد می‌خوندیم، در دوره مکتبی. یک هنرمند همیشه می‌خواهد که مینه‌داری خود را به استادش برساند. می‌خواهید از اینجا استاد خود را هم معرفی کنید و هم برایش مینه‌داری کرده باشید؟ بله، وقتی که من در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت داخل شدم، در آنجا با من استادی بزرگ، هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان، استاد خورسندمراد ظریفوف طولی 4 سال تعلیم و تربیت دادند و غیر از این باز از استاد ظاهرشاه حیدروف که من پیوسته در هیئت انسامبل ششمقامی دانشکده، یعنی که می رفتم از استاد نیز خیلی سبق گرفتم و امروز مینه‌داری صمیمی رو هم با استادی اولا برادرم، بعدا استاد ظاهرشاه حیدروف، استادی بزرگ خورسندمراد ظریفوف میرسونم. این رو با اون خاطر گفتم که مثلا جوانان امروز دست پرورده های اون استادان کسبی هستند و هر کدام این استادان باز از استادانی از خود بزرگتر تجربه گرفتند و مثلا آهنگ های آن استادان در خاطره های ما مانده تا امروز رسیده است. در نقطه نهایی برنامه یک آهنگ دیگر داریم، در موردش کمی حرف بزنیم. کدام آهنگ است؟ بله، آهنگ نام دارد پروا مکن، شعر از استاد لایق شیرعلی. این آهنگ خلقی می باشد و این آهنگی است که ما زیاد گوش دادیم، از حافظانی زیاد از جمله استاد ظاهرشاه حیدروف نیز اجرا کردند و من از استاد خواهش کردم تا به من این آهنگ را آموزانند و ما خیلی تمرین کردیم و عین حال برای شما پیشکش می‌کنم. همه سرودها در انسامبل تعلیمی ششمقامی نزد دانشکده آماده گردیدن؟ سرودهایی که اینجا پیشنهاد بله، سرودهایی که اینجا ما پیشنهاد کردیم همش رو با استادان تمرین کردیم. در یک جا شاعر فرزانه خیلی خوب قید کرده است که کلاسیک یک سمتی است که همیشه نو از نوترین است. بله. و ما گرچند که جوان هستیم، حاضر از پی آموزش هستیم و کوشش می‌نماییم که از استادان خیلی زیاد آموزیم و در آینده باز به جهانیان معرفی نمودن صنعت اصیل خود، یعنی صنعت ششمقام ذره هم باشد سهم خود رو گذاشته باشیم. بله، ششمقام همین گونه تاثیر خوب دارد. هر کسی که واردش میشود نمیتواند از این دنیای زیبا دور بماند. حتی شنونده ها نیست. نفری که میل میکند رو میارد به شنیدن سرودهای ششمقام، به شک او را به اختیار همین آهنگ ها، همین متن های بلند مضمون ششمقام جلب میسازد و درکی بیشتر به شنونده میدهد سرودهای ششمقام. دوستان عزیز، حالا فرصت داریم یک ترانه دیگر بشنویم در اجرای هنرمند جوان که مهمان برنامه است. عزیزی من که دل برای توست، پروا مکن عزیزی من که دل برای توست. گویم گرچه ناسزا تنها سزای توست، گویم گرچه ناسزا تنها سزای توست.
در کوچه های تنگ تو را یاد میکنم، هر جا که پای میهم آواز پای توست. پروا مکن عزیز من که دل برای توست. من با کمال عاقلی دیوانه تویم، هوشیاری و جنونی من هر دو فدای توست. هر کوتاهی که از منی شاعر گذشته است، القای چشم ساده و قدی رسای توست. پروا مکن عزیز من که دل برای توست. هرگاه که بر گذشته ها دل گریه میکنم، فریادی من شنیدنی گل خنده های توست. من زندم به عشق تو، من شاعری تا انتهای اون دلی من گدای توست. پروا مکن عزیز من که دل برای توست. پروا مکن عزیز من که دل برای توست. پروا مکن عزیز من که دل برای توست. مطمئنا این سرودها در خاطره چند نسل مانده تا به امروز رسیده است و مطمئنا که ما آخران نسل نیستیم که این سرودها را با خوشی و خوشنودی قبول میکنیم و هر بار میل شنیدنشان بیشتر می شود. این آهنگ‌های کلاسیکی در برنامه شش مقام بود. منظورتان دوستان عزیز و مهمانان نوبتی برنامه خاطره ها بودند. هنرمندان از انسامبل تعلیمی شش مقام نزد دانشکده دولتی صنعت و فرهنگ تاجیکستان به نام استاد میرزا ترسونزاده و همصحبتمان بودند اشرف سفرمراد، یکی از هنرمندان جوانی کشورمان. با آهنگ‌های جذاب، با آهنگ‌های خاطرمون، با آهنگ‌هایی که هر بار ما می‌خواهیم زیادتر و زیادتر بشنویم، باز در برنامه‌های دیگر شما رو همراهی خواهیم کرد و تا خاطره‌های دیگر خیر.